یک زن 52 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف با دیدای دانسته به خطر به بیماری قتل ویروس نورسایی معصونیت بدن یا ویش سپید گرفتار کردن 9 ساکن ولایت سوخت عیبدار می شود. در گزارشی که روز 18 ماه سال 2023 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد، گفته می شود که این جنایت از جانب کارمند شعبه گفتگو جنایتی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آشکار کرده شد. اکبر شریفی سخنگوی میلیس ولایت سوخت گفت این زن سالخورده که به دلایل اخلاقی نامش نشر نشده است و چهرهش را هم پوشانیده بودند میتونست که گرفتار بیماری ویژ و سپید است و به طور خطی جهت خودداری از پنگ کردن آن زبان ختم داده بود، ولی بازم دیده و دانسته با 8 ساکن نوع باباجان غفوروف و 1 ساکن شهر بوستان علاقه جنسی کرده آنها را دچار خطر گرفتاری به بیماری قتل کرده است. این زن را که با وجود سالخوردگی یا به قبل مردم به یک جا رسیدن سینش همچنان از حساب تنفروشی زندگیش را پیش می برد و تنفروش سابقه دار به شمار می رود، به آن ابزار می کنند که هنگام علاقه جنسی با مردان گوناگون قاعده های بیخطری را رعایت نکرده با آن مردان بی‌رفوله علاقه جنسی یا به قبل مردم خواب و خیز کرده است. در تاجیکستان طبق قانون شخصان گرفتار ویش سپید بعد آشکار شدن این بیماریشان باید به طور خطی زبان خط بدهند که از خطر به دیگران سرایت یافتن این بیماری را از حد اکثر احتیاط کار خواهند گرفت و از علاقه جنسی بدون رفاله باید قطعا خودداری کنند. به ضد زن ساکن نوع باباجان غفوروف که در حبس پیشکی قرار دارد بر اساس ماده 125 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون برای دیده و دانسته تحت خطر سرایت به سپید گذاشتن و یا به این ویروس قتل گرفتار کردن شخصان دیگر همچون جزا از محدود کردن آزادی به مهلت تا 3 سال و یا از 2 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. این نخستین مورد با اتهام دیده و دانسته به سپید گرفتار کردن دیگران دستگیر شدن زنان گرفتار به این بیماری در تاجیکستان نیست. ماه مارس سال جاری یک زن 46 ساله ساکن شهر کانی بادام در شمال تاجیکستان که به تنفروشی مشغول بود نیز برای دیده و دانسته زیر خطر گرفتار شوید به بیماری قتل ویروس نورسایی معصونیت بدن یا سپید گذاشتن 11 نفر از مشتریانش دستگیر شد. از نزدیک 1000 نفری که هر سال در تاجیکستان گرفتار سپید می شوند بنا به حسابها قریب 80%ش برای علاقه جنسی به این ویروس قتل گرفتار می شوند. جمع گرفتار شدگان به سپید از سال 1991 به این طرف بنا به آمار میانه سال 2022 بیش از 14000 نفر را تشکیل داده. شماره اونهایی که از این بیماری جان باختند به 4000 نفر نزدیک می شود. اما ناظران امور می گویند شماره واقعی گرفتار سپید در کشور می تواند خیلی بیشتر از این آمار رسمی باشد.